اگه از قبل اعلام میشه اینکه آقای فردوسی پور شما امشب خیلی تیکه انداختی، یه ذره شما ساکت باشید و ما هم صحبت کنیم. جانم گفتی نمیدونم مرد و اینا، نمیدونم علی و این داستانا رو به ما انداختی دیگه. نه به شما صحبت رامبد جوان اینا صحبت کرد. آره شما امشب ماشاءالله ذره خوشمزه تر از همیشه بودی. حالا بذار اگه منو آوردی رو خط بذار منم صحبت کنم. اگه منو آوردی رو خط شما سکوت کن من صحبت کنم. اگه قراره که شما منو آوردی خودت هم صحبت کنی پس بنده اصلا نباید بیام خط. ادبیاتتون کلا جالبه بفرمایید. به هر حال در عین برنامه‌تونه دیگه. خیلی ممنون. آره عین برنامه‌تون بعد ما هم صحبت کنیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. ما با توجه به اینکه در کورس هستیم بازی فجر سپاسی رو هم ما باید همزمان بازی میکردیم. به هر حال این فشارها رو ما تحمل کردیم، تیمی که نتیجه ما